أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظیم. الله متعال در این آیه مبارکه توجه من و شما را برای شکر سپاس پروردگار در برابر نعمتش میکنه. اگر ما شکر سپاس پروردگار در برابر نعمت الله متعال کردیم، الله میگه من نعمت ما برای شما زیاد میگردم. مقصد امروز که یک نعمت ما دادم، الله متعال میگه با دیگر نعمتی که آرزو میکردی با او میرسونم ترا اگر تو شکر سپاس کردی. و اگر الله میگه در برابر نعمتم کفران نعمتم کردی، مثلا هر چی دادم با او شکر نکردی، دارای ناخوب صرفش کردی، اسراف کردی، غیر الله برای خود اختیار کردی و اسراف کاری کردی، الله متعال میگه که من عذاب دردناک بالای شما میارم. به همین خاطر هر جهت هر پهلوی زندگی در که باشیم باید شکر پروردگار در بر نعمتاش کنیم. به این عبادت های ناچیزی که ما داریم اگر شب روز عبادت الله کنیم، باز هم در برابر نعمت الله ما عاجز هستیم. چگونه در برابر این آیت در دیگر آیت هم الله متعال توجه من تر به دیگر آیتی که هست در سوره ملک هست، خداوند مهربان میگه من به شما چشم و گوش دادم نه که شما کم شکری من میکنی. الله متعال میگه به همین خاطر نگاه که 5 نعمت الله در همین سر دادگیه. نگاه که یکم چشم، نعمت چشم، نگاه که این دیدن است. هر انسان با چشماش نظر میکنه، قدر چشم نمیدونه. کی میدونه؟ وقتی پیش یک انسان یک بنده خدا بروه که نابینا باشه، از چشم بر پیش او صحبت کنه، اون انسان گریان میشه که خدای مهربان بر ما چشم نداده است. بعدا این انسان با قدر چشم میرسه که چشم چی نعمت است. همین در چشم آب دیده هست. همین آب دیده هم نعمت است. چشم آب دیدهش اگر خنک جاری شود از خرسندی جاری می شود، و اگر آب چشم گرم جاری شود از غم درد جاری می شود. همین آب چشم اگر خاک شود انسان کور می شود. از این دیده میشه همین آب چشم هم چی است؟ نعمت است. آب چشم که شور است. مقصد همین آب چشم که شوره همین هم چی است؟ نعمت است. نگاه که آب گوش نگاه که تلخ است. آب گوش تلخ است. همین آب گوش اگر خاک شود همین ما چی میشیم؟ کر میشیم. همین از این دیده میشه همین آب گوش هم چی است؟ یک نعمت است. همین آب گوش من تو خاک شد ما کر میشیم دیگه. آب بینی به مزه هیچ لذت نداره. نه که همین آب بینی من تو خاک شد ما دیگه بو کشیدن نمیتونیم، دیگه فهمیده چیزا نمیتونیم. نه که همین دیده میشه همین آب بینی هم چی است؟ یک نعمت است. آب دهن شیرین با لذت است. همین آب دهن اگر قاق شود انسان مرگ فرا میرسد. مقصد از دنیا میگذره، وفات میکنه. مقصد از این دیده میشه همین آب دهن هم چیه؟ برای انسان یک نعمت است. نعمت الله اگر ما شب و روز شکر کنیم برادران اهل اسلام باز هم کمه. که هر کجا که انسان با عقل و با ایمان توجه میکنه نعمت الله هم میبینه. و انسان ابله نادان هر کجا که نعمت الله استفاده کنه باز هم داره ناشکری و ناسپاسی پروردگار میکنه. به همین خاطر خدا رحمتش کنه مولای میگه گوش باید شنود این رو بکند فکر جان شیرین رو. انسان با عقل الله متعال میگه ای بندگان من گوش شما تا فقط کار نمیشه، دلهای شما هم کار میشه. دل انسان که کار کشید نعمت الله ناشکری میکنه. در هر کجا که باشه شکر سپاس پروردگار کنه. در حدیثی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میگه 2 گروه انسان دوست میداره، یکمش که انسانی که نماز شب داره، دوم گروهش که او را الله دوست میداره و عزه استغنا عن الناس. کسی از خدای مهربان اندک مالش داده است به همون مال چیکار میکنه؟ پیش الله شکرانه میکنه و زندگی میکنه، دست گدایی نمیزنه، پیش هیچ کس محتاج نمیشه. به این خاطر الله متعال شکر کنیم. در همه دعاهایی که رسول الله صلی الله علیه و آله روایش دیگه بسیار شکر زیاد میکرد. پیامبر به حد شکر سپاس به سوی پروردگار میکرد. در نماز شب که عایشه مادر رضی الله عنها روایت میکنه، رضی الله عنها که روایت میکند میگه پیغمبر پاهای مبارکش ورم کرده که بعد طاعت عبادت میگفتم این عبادت برای چه؟ میگه آیا من شکر کننده به سوی پروردگار نباشم؟ همیشه شکر سپاس به سوی خداوند.